سلام. اینجا من حوصله‌ام خیلی سر رفته بود و دنبال یه ایده بودم که این ویدیوی یوتیوب درست کنم، چون واقعا امروز حوصله‌ام سر رفته بود. برای رفتم دنبال دفترچه ایده های یوتیوبم. رفتم تمام خطاش، تمام صحفاتش، تمام متناش و تمام ایده هاشو دونه به دونه چک کردم، ولی چیزی دستگیرم نشد. اینجا چشم به یه چیز خیلی جالب افتاد. عطر قدیمی که 60 تومن خریدمش قدیم. یه ایده خیلی خوب به سرم زد. خواستم این عطر رو تبدیل به عطر خوشبو کنم. برای همین رفتم کلی تو سایت ها تحقیق کردم که چطوری یه عطر رو به یه عطر خیلی خوشبو تبدیل کنیم، که البته در اصل این بود که با موادی که تو خونه داریم به صورت خیلی ساده به این عطر اضافه کنیم و این عطر رو خوشبو کنیم. رفتم هر چی که تو سایت ها و مقاله ها دیدم و توی کاغذ بانک تجارت نوشتم، چون کاغذ دم دستم نبود و واقعا حال نداشتم برم یه کاغذ در بیارم. چی تو این پول نیست؟ حاجی تراول پنجایی بابا بنازم فلافل در اومده میشه. خب بچه ها، من رفتم تحقیقات رو کردم تو سایت های مختلف و به این نتیجه رسیدم که اینا چیزایی که برای ساختن یه عطر ساده توی خونه نیازه. حالا براتون میخونم و کم کم با هم دیگه چیز میکنیم که واسه خودم بیارم که چه چیزایی رو میخوایم نمیخوایم، باشی بذاریم نذاریم و همه اینا. خب بریم. اولش الکل اتانوله که این انقدر چرت و پرته تو خودش الکل هم نداره. خب پس الکل اتانول میخوایم. بعدی بچه روغنهای گیاهی، روغنهای گیاهی خوشبو خیلی موثرن که بوی خوبی بگیره، پس روغن هم اضافه میکنیم. ترکیبات مرکبات مانند لیمو، زنجبیل، پرتقال، هل، ریحان و غیره، که ما زنجبیل من واقعا بدم میاد، هم بوش هم مزهش، پس کنسل زنجبیل. لیمو هم که نداریم، خب پرتقال داریم، پرتقال میریزم. هل هم که بدم میاد. ریحان هم که اصلا نمیدونم داریم یا نه، پس اینم خط میزنم. خب رایه های گل و رایه های گیاهی مانند ریحون و گل محمدی و اینا که نمیدونم داریم یا نداریم، ولی به هر حال یه تیکشون هم میزنم که اگه داشتیم هم بریزم. خب بریم که قاطیشون کنیم. بچه ها، من اول کاری که کردم رفتم این رو پر بود یه جورایی، رفتم از نصف پالیشتر کردم که بریزیم توش و یه خوردم چیز میزه خودش توش باشه که نمیدونم چی توشه. خب بچه ها، رفتم 4 تا چیز آوردم براتون که قاطیش کنیم و یه چیز خوبی درست شه. اولیش چی بود؟ این عرق کاسنیه، جز عرقیجات محسوب میشه و بوی نمیدونم بو داره یا نه، بو هم احساس نمیکنم که داشته باشه، ولی جز عرقیجاته و باید استفاده بشه. و بعدی الکل اتانول بچه ها. بعدی بچه ها لیمو نداشتیم، آب لیمو آوردیم. بعدی هم که روغن گیاهی، نمیدونم چه کنجد گیاه، روغن کنجد آوردم برام، یعنی خود خری، نه اینکه مثل خری. و اینکه پرتقال نیاوردم، مثلا پرتقال بیارم. 2000 years later. خب بچه ها، اینم پرتقال. خب بچه ها، اینم پرتقال که خوردش میکنیم. پرتقال خوریه. خب بسید بچه ها، ناشش نریزه ریخت. پرتقال خوریه بچه ها، ریخت بابا دسته.
ولش کن. یه پرتقال مشتیه بچه‌ها، آبدار. خب پرتقال خونی من قرمز بود. خب بچه‌ها ما برای اولین کار باید درش رو وا کنیم و روغن کنجد رو اول بریزیم. واقعا این کار رو اصلا تو خونه نکنید، با اینکه خودم دارم تو خونه تقه انجام میدم. خب این روغن کنجد. آب لیمو بچه خیلی کم دارم، چون آب لیمو هم درست میکنیم بچه کم میریزیم. به این فکت من کم آب لیمو بردم. خب اینم میریزیم. آب لیمو شد بشه، چون الکل گوش دیزه. چون بسیار بسیار گوش تیزه الکله. بعدی هم که عرق کاسریه، چقدر خرم. خب بادی اسپلشه با یه ساعت بکنم عطره. بورم هستم. خب برات من دست از پا نمیکشم و به کار خودم انجام میدم و به کار خودم ادامه میدم. خب بچه ها بسیار بسیار مراقب باشید. بهتر است بریزید توی این بعد اینو بریزید توی شد. نتیجهش این شد. نتیجهش سلام. این بعد شد آب پرتقال که آب پرتقال خون که قراره بریزیمش داخل این. من نمیدونم چرا نمیدونم این استیک بریزم و باید هم برم که کاملا میریزه. بچه ها رفتم ریختم. این شد نتیجهش. باید همش بزنیم بچه ها. بچه ها 7 کرد از دست همین زمان و خیلی بچه ها چه دیگه بیارم تو دیگه میز نمیخواد تعلیم باشه. نگاه کنید بچه ها 7 همش گوش کنید بچه ها. بویی نمیده و تستش کنید که احتمال رنگی شدن لباس هست. پس قرار میزنیم چون رنگ چون خدایی خوشبو شده از این چرت و پرتی که بود. یه بوی گرفته، رنگ هم نگرفته، نداره زیاد. اون بعد یه نیمچه اگه مثلا خیلی بریزی مثلا میتونه بگیره. خب بچه ها این بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما لایک، کامنت و ساب فراموش نشه. اون زنگوله کنارش بذارید تا اولین کسی که از ویدیوها با میشه شما باشید. بچه ها این کاری که کردیم و بچه ها لطفا تو خونه نکنید،
چون چیزایی که من کردم چیز خطرناکی نبود. اگه میخوان اینو بکنیم مهم نیست. و الکل جای که بهش آتیش گرفت نذارید. و اینکه دوستان هیچ بویی نگرفت، بوش رفت. و اینکه لطفاً اگر میخواید عطر تو خونه درست کنید با تجهیزات بکنید، نه مثل من که حوصله‌اش سر رفت و یه عطر چرت و پرت درست کرد که قطعاً یه عطر چرت و پرت به زودی که یه خورده ازش استفاده بشه بدتر از اون قبلی خواهد شد. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.